خوش اومدید اکای اونال. همه شما رو انتظارم. قهرمانی من خوش آمدی. بیا رفتیم. یزنا جان در دنیا مانند یزنه من یزنه قهرمان دیگر نیست. در حقیقت کاری خوب کردی اونال. تبریک میکنم. یزنا جان بسیار تشکر به شما. یزنا جان تبریک. داماد جان من بیا اینجا. میخواهم که یکمین بار داماد جان گفته تو را با آغوش گیرم. مادامی که رسم مادری رحمتی دخترانم زهرا و حلی را یافته آوردی، من بعد من با افتخار میگویم که تو دامادی من هستی. همه کسا قرصک میزنم. یزنا جان بیا بیا. زود رو. داماد جون، دامادی شیرین نری من. شیرین جناب در اصل برای حل یک هدیه. وای نه تنها برای حلی، برای هممان این هدیه است. بسیار هدیه قیمت است. حالا گوی این رسم را چه یافتی؟ تا حال در هیجانم. چخیلی که میگویند ساعت ویران هم در یک روز 2 بار وقت را درست نشان میدهد. بابا جانم بیا اصلا اهمیت ندی. بابا جان حله در اصل من خبونال هیچ چیز نگوی. هر قدری که تشکر گویم کم است. برای ما بهترین هدیه رو در دنیا کردی. بله یزنا جان اگر این رسم رو پیدا نمی کردید روح مادرم راحت نمی بود. رسم عشقم تو قهرمان اویلمون شدی. جانم ببین من در جانی اصل من تو برای یافتن این رسم چقدر جان فدایی کرده ای، چی زحمت ها کشیده ای کی میدوند. بله من برای یافتن رسم زحمت کشیدم اما حله اونال جان به خدا که این دفعه مرا قایل کردی. میدانم که تو بسیار زحمت کشیده ای. حله لبای بابا جان اکنون وقتی به خانه شوهرت برگشتنم رسید. بابا جان بله به شوخی میگویم این آدم رسم را یافت. برای بخشیدنش بسیار کاری مفید است. تشکر. بله یزنا جان دلی همه ما رو یافته توانستید. به این هم همه ما دوست می داشتیم اما شما قهرمان یزنا جانم. آفرین اونال، آفرین اونال. به خدا من امیدم رو از پیدا کردن آن راز کنده بودم. خیلی زیاد تعریف کردید ده. یعنی ما باید رسم رو پیدا میکردیم. آخر پلیس است، این وظیفه‌اش. لیکن این رسم را که دزدیده بود؟
وقتی که رسم را به اینجا آوردن هیچ کس خبر نداشت؟ این رسم را کی دزدیده بود؟ وای کس دیده است وای یک شخصی با سند سر و کار داشته یعنی این خیل رسم را دوست می داشته است یعنی یک دزدی سندکاری مشهور. بله. برای چی دزدیده است؟ بیاناتش را گرفتی؟ البته نه خود نگیرم البته گرفتم برای قیمت بها بودنش دزدیده است. معلوم که قیمت بودن این رسم به گوش همه مردم رسیده بوده است. بله. بابا جون رسم کشیده مادر رحمتی هم رو پیدا کرده توانستیم دیگرش مهم نیست. شوهری قهرمانی من فکر میکنم این رسم رو در یک جای بهتر باید گذاشت. چرا؟ یعنی دزد را شما دستگیر کردید کو؟ یا که از دستتان رها یافته گریخته رفت؟ حالا ایست جواب دهد آنگاه به خانه‌اش میروید. بله گوش دارم. نه جانم این خیلی نیست گریختن آسان است. یعنی من میخواستم بگویم که در اینجا یک دوست نیست که شاید دیگران باشن. دوستها بسیارن یکش رو که دستگیر کردیم دیگرش چی؟ برای بخطری میگویم. برای بیخطریش گوی؟ با تشبوسی تو نال جان جانم برادر به سرم یک فکر زور اومد. در فکرهای سرت من استغفرالله برادر. به فکرت این نقشه خوب بود؟ تو این نقشه فکر نکن برادر. این رو نقشه کلتاکلس میگویم. نقشه های من گوش خر را میجنبانند. همین کمیسر رونال کمتر آدمی ترسونشک است. با درون نگوید که من این رسم را نآوردم بعد کارهای ما برباد رود. نه شوکت برادر راحت باش. کمی پس با همسرش آغوش کرده میبراید. آغوش کرده؟ البته. استغفرالله. کی جرأت کرده؟ ها؟ کی جسارت کرد که آمده از پیش بینی کنعان رسم رو دزدیده برد؟ ها؟ جواب ده با آن آدم چیکار کنم؟ ها؟ چیکار کنم؟ چرا شما خاموش شد؟ اکا آرام شوید خودتان رو به دست گیرید. اکا خوب هستید؟ ای چنگیز تو چخل رسم را پیدا میکنی؟ ها؟ چخل پیدا میکنی؟ گپ زن! نمیدونم. ات چی را میدانی ادار؟ کی میدانستی که آن پایتک را پیدا کرده بیارید؟ باید پرس و پارس کنم. روید. اطاعت سردارم. شما چی ایستاده اید؟ دفع شوید. پدر جان دستتان رو ببوسم. انشالله از امروز اعتباراً داماد راست قول راستکارم. حالی را دیگر نمیرنجاند. آقای اکرم من حالی را هیچ گونه نرنجاندم. گویا نمیدانم. اگر کلتاکلس نمیمرد از دنبال او نمیدویدی. میدویدی ها؟ این به وی چی علاقه دارد؟ ای تمام کلتاکلس مرده رفت بس است آخر. خوب شد که مرد. ببینید من اونال خاموش من هیچگاه حالی را نمیرنجانم جناب. عالی. از این به بعد او را فقط بالای سر برداشته کرد. کار دیگر ندارم. با اجازت شما ما میرویم بابا جان. خیر جانم. آپا جون مالش که فرو خیلی روی سفید جون باشیم. تو بازدید تو بستی حاله جون. زنب جانم انا ببین. دیدم من نگفته بودم ببین چه خیلی یک دیگر رو آغوش گرفته برامون ایستادن. باجه هم شیری نرست. باجه شیری نرو قیس انگلیس شیری ماده زیبیدن نکی. برادر ثواب باجه رو گرفتی او رو از کاسه شویی و از کار خانه نجات دادی.
برادر رو پیش بوجه تو گو که اگر بخشش باشد کام بودی. خب کن این گپا رو تو از کجا میاری؟ شوکت بسیار کار خوب رو انجام دادیم. هم به زهرا رسم رو برگرداندیم، هم خانم حله رو با شوهرش با یک تیر دو نشان زدیم برادر. اکنون چیکار میکنیم کیلاس؟ چیکار میکنیم؟ خانم حله وقتی به خانهش رود دیگر ما با کمیسر اونال اینقدر زود و نمیخوریم، از وی خلاص شدیم. خدا و شکر یگان چاره این پرابلم رو پیدا کردن در کار. کو بگو چیکار کنیم؟ حالا میبینیم. سراسیمه نشه، راهشو میابیم. شکری خدا که از یک سرخور خلاص شدیم. چیکار کنیم؟ تقدیر همین. بیا بریم که اشکام درد کرد. خودت رو به دست گیر شوکت. اپا جون بیا. اپا جون. جنی اپا. یک چیز گفتن میخواهم. ینگه جانم میوید. چه خیلی ینگه جان دمت رو گیر. به خدا ده حقش مردگی و چو میکنی؟ دمت رو گیر. دملای عاشق. دم پدرت رو گیر. تمام خب کردم. اپا جون از آشتی شدنتون بسیار خرسند شدم، اما برای رفتنتون بسیار غمگینم. با شما بسیار عادت کردم. خواهری اپاش، من زود با اینجا آمده شمایان رو خبر میگیرم. غمگین نشو. تا توی تو من همراه تو میشوم، اما زودتر روزی توی رو معین کنید تا توی خوریم. اپا جون تمام گپ رو دراز نکنید. جون رسم رو که یافته از نام من روان کرده باشد این چه خیل کار است؟ باجی هم دیوانه شده است. دیوانه شود به قبر پدرش. مرا فراموش نکن. هرگز فراموشت نمیکنم عزیزم. خیر مایرش خیر. رو بخونم تو بازدید. قریب آمد شوکت، قریب. چیکار میکنی؟ دمت را گیر. تمام. ای شوکت نمیری که بینیت رو تازه کنی. سلامت باشی برادر. پیر شوی. از این هم پیرتر برادر؟ میروی؟ تصمت رو محکم کن. میایم پنهان شو. خیر تا بازدید و میخوریم انشالله. تا بازدیدی چی؟ خدا اول بکنه بمرن دیگه نبیایم. تقدیر همین است پسرم. بیا مون سر باید مکه. خانم سله تو باز من رو ترخیم میکنی؟ نه من معاشم رو گرفتن میخواستم. وزیر من یک آدم شبهدار رو دیدم. با شما وقتی گپ زدن ندارم، ببخشید. ای خدا چونون نابودت سازد که دیگر نبینم. ببخشید. برادر چیکار میکنی تو؟ در جایت نیست. با خوبی تسلیم شو. سرده او میرود. تا ادوکت آمده تو در زیر نظارت. برادر تو چیکار میکنی؟ وای میگریزی. اگر شما ادوکت نداشته باشید سود برایتان ادوکت پیدا میکنند. بیشترم چوبا. برادر من پلیسم نمیفهمی تو. سرده ها تو رفته زنهای بیچاره رو غارت کنی ها؟ علت نمیگذارم.
ابله نام من لویت است. مرا در اینجا لویتی دیوانه میگویند. بد اخلاق. ابله یک به یک فهمون کو. برادر چی رو فهمونم؟ گپ زن چی رو فهمونم؟ احمق، این افسانه را نویسنده اش منم. با چشمانم نگاه کن. مرا کده خیال میکنی؟ ها؟ تو با کی کار میکنی؟ شما مافیا هستی. بیا سر ویرو نکن. تمام. من خب کردم، تو سر کن. چی رو سر کنم؟ تو سردارت نوید چیزی نمیگویم. دیوونا. گپ نداری ها؟ پسرم، نام من لوینت. بد اخلاق. مرا پلیسی خوب دیده با من شوخی و بازی نکن حیوان. ولی در دست یک کلاس نقلده برادر. کمزن اینجا چی گپ هست؟ رفیق سردارم، یک دزد عاقب پدر رو کمتر پیش دستگیر کردم. نرس احمد، تو اینجا چی کار میکنی؟ چی کار کردی احمق؟ سردارم او چی خیلی آدم است. از سحر او رو میفهمونم اما دیوانه نمیفهمم. تو داری به خدا این را کجای چکش کنم؟ زورا شما دروغ رو سر میکنن. گویا آنها یک سو شد که از پشت عملیات کار کرده ایستادن. در کدام شعبه پلیس بوده است و من به عملیاتشون خلل رسوندم. بگوید که صغیره نمیکنه، عقلم نمیگیره. من تو رو به این کار کرده در دیوانه ابله. بچه تو ساده ای یا که عقلت را خورده ای؟ احمد ببخش ما را برادر، یعنی او دیوانه است، از پراشوت غلطیده است. میبخشی پراشوت اوچت غلطیده؟ دمت را گیر. سردارم من روم که من رو انتظار. تمام احمد برو. یک دقیقه با خدا همین پلیسه؟ پلیس از شعبه امنیت است. چرا تو از اول نگفتی؟ من همین خیلی فکر کردم. عجبا، هر دیما پلیس بودیم همین خیلی است. من یاردمچی کمیسر لوینتی روزی بیک. بچه دست دبته؟ با خدا سردار شما با اوچ خیلی توقت میکنید. آفرین شما. خیر من میروم. آمین. پس من این برادر عالی قدر رو گسیل کنم؟ از پسی من نیو. اینجا بیا. تو دیوانه هستی ها؟ دیوانه ای بی عقل چرچشمه. کمیسر خبر رسید. نتیجهش معلوم نشد کمیسر. استا نگوی، این به شرف نشنود. از اینجا برو میگویم. برو. گبزن. بردنی رسم را کسی ندیده است. رسم را با اون سراغه برده گریخته است. پیش کانون دیوانه رفتیم کمیسر. چه خیلی که گفته بودید او رسم را میجوید. برای دوز را یافتن آدمانش را فرستاده است. رفیق سردارم، وقتی که شما گفتید که رسم را کنعان دزدیده است من باور نکردم. انا نه باور کردم. تو گپ گوش میکردی ها؟ آدمان کنعان را تعقیب کنید. شاید ما را به دود رسانند. اسپیس سردارم، برای چی آدمان کنعان را ما تعقیب میکنید؟ حیوان گپ رو نفهمیدی ده. این خانه زیبا را ببین. هر کسی این خانه را ببیند آرزو میکند که انا همین خیل خانه داشته باشد و راحت کرده یانباش کرده خواب رود. کیلاس جان وقتی که تورد میکنی همون محصیات را کشیده پایهایت را بشو، خانه کمتر بوی کردیسته. شوکت ببین پسرم، اگر گفتنی این سخنها را دوام دادن گیری رفته در پشت در دوام گپت را بیزن. پسرم کار کردنم در کار، تو نمیفهمی مرا. آخر تیاری دیدنم در کار، جماعت تشنه امری معروفی منم. مفاصل آخر خب کرده میتوانی؟ ماما میقد یک بار دیگه گازنم او پدر. بله انا گپی خوب. کیلاس خوب که باشد بلند بخون مورم بفهمی. تمام بسیار حکمت خوب. بسیار انسان ها را دیدم که در تن لباس ندارم و بسیار لباس را دیدم که در درونش آدم نبود. خوب برادر ایچ خیلی سخن بود بچه‌ت هفته شب سخنگوی. این سخنها رو کی گفته باشد؟ مولانا؟ او کیه؟ ای شوکت، این مور با همه حالت مولانا رو نمیدونی کیست؟ ای بخدا نشناختمش برادر. ایچ که یکون خیش تبوری تای من. ای برادر در و بد نگاه نکن. آخی فهمون ما هم فهمیم که این کی است. تمام مولانا خب کن.
خیلی ما را میفهمیدیم این مولانا کی است؟ برادر مولانا شخصی اسلامدان است. تمام برای ترقیات این دین بسیار یعنی کارهای مهم کرده است. اکونومیست زور بود؟ اکونومیست نه دیوانه، حدیث دان. حدیث دان؟ حدیثش چی است؟ ای شوکت تو از هجری هم گذراندی. یک سوال دو سوال بس بودگیست. ای برادر به یک سبق آموختن بسیار ثواب خوب دارد. فهمون که این چی است و کی است. پس جناب شوکت خسته رو ششته به مسجد جامعه رو، یعنی من امر معروف دارم، گوش میکنی و یاد میگیری. من با تو از سری نو موضوع رو نقل نمیکنم. وای 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 با برای امر معروف های تو بلیت گرفته در نوبت ایستادن در کار. تمام شوکت تمام. من یک تون کار دارم، دوی خطبه جمعه و دوی دسترخوان رو از خود باید کنم. کارم بسیار مشکل است. برادر راست گپ کم ترک دیگر بخوان وظیفه مفتی رو میگیری. من پرودوسرت میشم، یک بنری کلان میکنم مینویسم کلسی مفتی. بس کن بس. تمام برادر کارت رو بحضور کن. خدا ذهنت رو برو گرداند. آمین برادر. خدا با تو عقل دیه، تو که با عقل شوی برادر. کی باشد؟ با فکرم بوجد اومد. خب کن سرم رو ویران نکن. کنی پرس کی است؟ کیست آنجا؟ من زهرا. زهرا بوده است. رو کلاسی عاشق. مرحمت خانم زهرا. سلام دامولا، ناراحت کردم شما رو؟ نه استغفرالله. دامولا باز من نماز شما رو نبریده باشم؟ نه خانم زهرا، من نماز رو همیشه همراه جماعت محله در مسجد میخوانم. ببخشید فکر نکردم. استغفرالله. این طور باشد دعا میکردید که من آمدم؟ خانم زهرا حتی دعا هم نخواندم. قرآن قرائت داشتید همین طور؟ دامولا یک چیز پرسم ممکن؟ اگر به قرآن قرائت کردن کسی خلال رسانی گناه عظیم است؟ یعنی اگر ندونسته خلال رسانی یگان جای گناهش نیست. ندونسته خلال رساندم. من قرآن قرائت نمی کردم. چی کار میکردید؟ خانم برای امر معروف روزی جمعه تیاری دیده ایستاده بودم. جماعت امر معروف هایم رو دوست میدارم. دامولو این طور نگویده؟ چی شد؟ اگر در بین امر معروف کسی دخالت کنه گناه میگیرد مگر؟ ببینید خانم زهرا، گناه نیست. خودتون را اونقدر عذاب ندید. حاضر شما گناه نکرده، یعنی من هم امر معروف نداشتم و شما امر معروف رو نبریدید. اوه شکر زیاد. شما برای چی آمده بودید؟ مرحمت گوش میکنم. دامولو رسمی مادرم پیدا شد. بسیار خرسند شدم. این را خواستم به شما برسانم. به خدا بسیار خرسند شدم. یزدم دوز رو قپیده است، رسم رو گرفته است، او رو به خانه آورد. چقدر خوشبخت شدم. معلوم است خانم زهرا، از چشمانتان نور میبارد. میدونید آن رسم برایم بسیار ارزش دارد. روحی مادرم رو به یادم می آورد. هر وقتی به رسم نظر کنم گویا که مادرم در برم نشسته است. بله. دامولوزی یک چیز رو از شما پرسم. مرحمت. روحی گذشتگانی ما بعضن به نزد ما می آمده باشند، یعنی از آن دنیا به این دنیا یگان راه است؟ کاش که باشد خانم زهرا، اما این ناممکن است. از آن دنیا بازگشت نیست، معلوم است. اما امروز یا که پگاه ما هم می رویم، همین خیل نه؟ به کجا می رویم؟ با نزد مادرانمون. چه خیلی گفتند همه جاندار مزه مرد رو می چشد. بله. ما هم وقت شاید می میریم. بیاین مسئله امان رو گوشیم. مهم که رسم رو یافتید و خرسند و خوشبخت شدید. مادرم زنده شده نمیتواند، به نزدم اومده نمیتواند، ولی هر وقتی که اون رسم رو میبینم او رو پیش نظرم میارم، خوشبخت میشوم. باز یک چیز دیگر هست خانم زهرا.
شما خوشبختید که مادرتان پیش از مرگ برای شما از خودشان آن رسم را همچون خاطره مانده است. از تو بی صاحبتر هم هست. تشکر زیاد. شوکت گپ گوش میکردی؟ برادر، اگر تو به زهرا گویی که آن رسم را تو یافته آوردی به تو عاشق نشود، من نامرد. کارت را کن شوکت، عاشق میشده است، این چی دخل دارد؟ حاضر میرم به زهرا میگویم که رسم را تو پیدا کردی. به تو اگر عاشق نشود من نامم را میگردانم. خدا نکند شوکت، اگر این کار را کنی همه را شرمنده میکنی. در جایت چین؟ من کارم بسیار، به من خلال نرسون. ما میگیم این مرده که یاردم کنیم این باشه اجیناش بیدار میشه. گوش کن دادرکم، با هم یک کار کردیم. من یک قانون دارم، آدمانی را که دوست میدارم عذاب کشیدنشان را نمیخواهم. رحمت که کنون که از من نرنجیدید ممنون. حاضر تو یک تا به یک تا درباره دزدیدنی رسم نقل کرده میدی، طوری فهمم که جانت عذاب نکشد. غمی خودم را نخورده ایستادم، غمی تو را. به خدا گوشم از شبی که در دارد. حاضر اکای کنون به خدا در کجا و چقدر بودن این رسم را نمیدانم. در آدم بر این تو را پرسیدم جواب ندادی. در پیشانیت پرانم ابله ها. بسیار کله زیبا داشته ای. تشکر اکای کنون. گپ زن. جدی نمیدانم، یعنی جدی نمیدانم. نخود که من دانم و با شما نگویم. رسم را از من دزدیده به دیگر کس فروختی. تو مرا ابله خیال کرده ها؟ اکای کنون در حقیقت نمیدانم. قسم که من نمیدانم، به خدا که من نمیدانم. چند بار گویم که میدانم. اینی نمیدانم. بس کن پسرم، بس خاموش. بغیر از تو یگان کس نمیدانست که رسم در دست من است. بگو رسم را کجا کردی؟ بگو زودتر. در اصل یک آدم میداند. تو چی ها میگویی؟ که میداند پسرم؟ شب از خونه میبر اومدم که دو کس باسیلو مرا داشتم و گفتن که اگر جواب ندیم مرا میکشم و من مجبور گفتم. بزوری پرسیدم. با کی گفتی که رسم در دست من است؟ حاضر زاغیسیو. زاغیسیو؟ ای مردم، از خدای بترسید که اگر سخنی بگویید میشنود و اگر پنهان دارید میداند و برای مرگ آماده باشید که اگر از آن بگریزید شما را مییابد و اگر فراموشش کنید شما را فراموش نمیکند. خداوند پیامبر اسلام درود خدا بر او و بر آلش را زمان فرستاد که مردم در فتنه ها گرفتار و رشته های دین پاره و ستون های ایمان و یقین ناپایدار بود. در اصول دین اختلاف داشتند و عمر مردم پراکنده بود. راه رهایی دشوار بود و پناهگاه وجود نداشت. چراغ هدایت به نور و کوردلی همه را فرا گرفته بود. خدای رحمان نافرمانی میشد و شیطان یاری میگردید. ایمان بیاور مانده و ستونهای آن ویران گردیده بود، نشانه‌های آن انکار شده بود. اما مردم حیران و سرگردان بیخبر و فریب خورده در کنار بهترین خانه کعبه و بدترین همسایگان یعنی بت پرستان زندگی میکردند. با دست مردم جاهلیت نشانه‌های شیطان آشکار و پرچمش برافراشته شد. و گواهی میدیم که غیر از خدای یکتای بی شریک معبود نیست، چون شهادت به یگانگی خدا نشانه استواری ایمان و گشاینده درهای احسان و سبب خوشنودی خدای رحمان و دور کردن شیطان است. خداوند پیامبرمان را با دین آشکار و نشانه پایدار و قرآن نوشته شده و استوار و نور درخشان و چراغ تابان و فرمان آشکار کننده فرستاد.
تشک‌ها را نابود کند و با دلیل‌های روشن استدلال کند و با آیت الهی مردم را بپرهیزاند و از کیفرهای الهی بترساند. محترم جماعت، خدا از شما راضی باشد. تا باز. خدا از شما راضی باشد. شما راضی باشد. خدا از شما راضی باشد. تو چی خیلی ترسیدی؟ ака охир ту он одамро надидае мисли дев буд, ранги ҳайвон буд, яъне бисёр қадди дароз дошт, сараш ба осмон мерасид. бароям омад, маро ҳамин хел қабид, ҳамин хел қабиду миён ҳамин хел сахт ҷиқиду бардошт. дар ҷоя чӣ? маро бардошт, бахшиш, фикр кун, маро бардошт, тобам ин хел гирифта ҳамин боло бардошт. ту маро ба шашми кам набинакам, ман машқ кардагиам, беқувват нестам, яъне чӣ нӯшиданамро намедонам, лекин ба фикрам камтарак шароб нӯшида будам, барои ҳаминам камтарак қоилам шудам. ба худо агар шароб наменӯшидам, ҳаргиз ба онҳо қоил намешудам. мардакам ман охир. дар рӯяш ниқоби сиёҳ дошт, мисли человек паук буд, қаҳрамон. ҳамин медиди аз қафо ҳамин хел зебо метофт, бардам қадбаланд. ба худои зоғи сиёҳ қари миёнама мешикаст. ман зоғи сиёҳ ҳамин чашмонамро пӯшидам, кушодам ки ҳамин зоғи сиёҳ гум нест, нобуд шуд. او چی خیلی نابود شد؟ چی خیلی نابود میشد است؟ ها؟ دیگر چیزی نگفت؟ دیگر چیز گفت. گفت یک چیز گفت. زهرا گفت. چی خیلی زهرا رو زدی؟ همین رو پرسید. چی خیلی زهرا رو زدی گفت. زهرا چی خیلی زهرا پیسرم؟ چی خیلی زهرا؟ تو مگر مرا مسخره میکنی؟ زهرایش کیست؟ زهرا کسی است که از خانه اشون این رسم رو دزدیده به سرش یک تا زدم. اون دختر زهرا نام داشت. با فکرم زهراش همان دختر است. همان. پیسرم کی رو زده است با من چی؟ من از تو میپرسم تو باشی زهرا گفته ایستاده ای. زهرایش کیست؟ اما همین خیلی گفت زهرا رو تو زدی گفت. او رو زدی گفت. پیسرم کی گفت؟ گفتم کو زاغی سیاه. چینگیز لبایکا زاغی سیاه مرا دیوانه میکند. کایوه از حیاتم گم شده باشد. این دیگر زاغ سیاه است. آن زاغ 15 روز پیش مرد. او را فراموش کنید. یخیلند آن زاغ سیاه را با من یافته بیارید. اطاعت سردار. رسم را هم چینگیز. با چشم سردار. چینگیز رسم در کجاست؟ ای بچه مردم ای نگاه کنی کمترش نمیگیری؟ تو همه در اومده یکان چیز میفهمیدی؟ بیتورت به مسجد چی خیل در اویم برادر؟ با خدا شکر عجایب آدم بوده. آقای ایرج لبای دوملو همدردی هم رو قبول کنید. یزنهتون مرد. زیر خاکش کرده؟ بله در محله بالا او رو جنازه کردیم. خدا رحمت کنید. استاد اگر اجازه دهید از شما یک سوال پرسم استاد. بله اجری من تو رو انتظار بودم. استاد میگویند اگر پیشک سیاه رو ببینی 7 قدم به قفا بیرو. آیا این گپ درست است و این کار جایز است؟ عجب سوال اجری. جواب رو با دقت گوش کن. پیشک سیاه که از پیشت برآمد او را شطه زده گذر. چرا؟ چون که او خودش کی است که ما 7 قدم به قفا میرفتیم و بعد به پیش او را زیر کرده گذر. نویس. خدا از شما راضی باشد استاد. آمین. رفتم. روزتون بخیر استاد. پیشک سیاه رو شطه زده گذار. خودش کی است که ما 7 قدم به قفا رویم؟ بسیار مسئله مهم را فهمیدیم. رفتیم یگان پیشک سیاه رو یافته و رو شطه زده گذاریم. به خدا بسیار زیبید. بسیار دختری زیبا هستی. خوشرو بودنت رو میدانستم اما در حقیقت دختری زیبا بوده ای. تشکری زیاده پایتولی. به من گوش کن. این گردن بند به تو بسیار زیبید. گیر این رو به تو هدیه میکنم. به من؟ من این رو قبول کرده نمیتوانم. چرا قبول نمیکرده؟ تو بیگانه نیستی. تو هم اعضای اویلمان هستی. به خدا من در حیرت ماندم.
در این لونچای سرخ زیبایش مرا کشده. اگر هدیه‌ام رو قبول نکنی بسیار میرنجم یاسمن جان. یعنی من هیچ چیز شنیدن نمیخواهم. آخر من به مادرم چی میگویم؟ هیچ چیز گفتن در کار نیست. این بین من و تو پنهان خواهد ماند. عشقم جانم شیرینی با شیر آوردم در بالای شکلات ریختم. چقدر که دوست می‌داری یاد کرده ای؟ با اشتها جان. بسیار یاد کرده بودم. در نبودنت باره نخورده بودم، چون که همیشه تو رو یاد میکردم. دیگر من رو ترک نکن گلم. من به تو حال زور دارم. نمیروم، غم مخور، شوهر قهرمانم. دیگر نمیروم. در حقیقت قهرمانم؟ بله قهرمانی. اونم از تو یک چیز پرسم. آن دوست کدام دوست؟ دوستی که رسم مادرم رو دزدیده بود جزای بسیار میگیره. حیاتم از همه جزای سخت رو خواهد دید. تو غم نخور. به فکرت این همه خیلی یگان دزدی عادی بود؟ یعنی چی خیلی دزدی عادی؟ یعنی رسم رو برای قیمت بودنش دزدیدن یا اینکه به فکرم برای چیزی دیگری او رو دزدیدن؟ جانم یعنی با گفته چی چیزی دیگری بودنش ممکن؟ نمیدونم، شاید برای پول باشه. گفت و کوب کردم برای پول دزدیدن. هیونه من با زور از تو گپ گفته ایستادم. تو فهمون چقدر دزد رو دستگیر کردی؟ حیاتم لطفاً اما تو مرا برای درباره کار گپ زدنم ترک نکرده بودی؟ اینیه برای همیشه نامی کالتا کلاس رو گرفتن ترک کرده بودم. حله بسیار خواهش میکنم لطفاً این نام رو دیگر نگیر. وای آدم مرده رفت. مالش دیگر نمیپرسم. حله عشقم اکنون من پرسم؟ بپرس. اگر که آن رسم را من یافته نمیتوانستم به خانه برمیگشتی؟ اما یافتی کو؟ بله یافتم. تمام یعنی فرض کردیم نمیافتم. یعنی تو رو یاد کردم اما با تو قهر داشتم. دلم رنجیده بود. برای اومدنم یک سبب در کار بود و بعد تو رسم مادرم رو یافتی. بسیار قهرمانی کردی. بابایم رو راضی کردی. یعنی این بسیار رفتاری خوب بود. هیچ فراموش نمی کنم اونم. چی نگاه میکنیم؟ بیا من انتخاب کنم. بیا دو کسا انتخاب کنیم. سلین وقتی که ازم رسم رو روان کرد با چشمانی خودم باور نکردم. بسیار خوشبخت شدم. جانکم بسیار خرسند شدم. در حقیقت یزنه اونال اگر مرا هم از لیونتی دیوانه خلاص میکرد چونان خرسند میشدم که خدای توبه. در اصل مثل بابای من باور نکردم که یزنم رسم رو مییابد. بسیار شرم داشتم. در یک هفته 2 بار شرمنده شدیم. من به 2 ملا زیاد باور نداشتم که او امام مسجد است. سلین به یادم نآور لطفاً وگرنه شرمم می آید. 2 ملا زیاد بسیار انسان خوب است. به زمین اینقدر گپ‌هایم نگاه نکرده این توی سوخته رو دوام دادن می خواهد. بله در حقیقت آدمی خوب است. اگر من می بودم در حیاتم قبول نمی کردم. ای جانم قبول نمی کردی؟ تو رو همه نمی پرسیدم. تو رفته لیونت را گیر. ای زورو بسیار بد است. خدا نگهدار. اما گپت رو به خودت گیر. نمیگیرم. زورو توبه کن. تمام کردم. تمام. 2 ملا زیاد در حقیقت کاری خوب کرد به خاطر بابایم. نیت دارم که برای به او تشکر گفتن یک تحفه بگیرم. چی میگویی؟ بسیار هم فکری خوب. وای به این ارزنده است. راست گفتی. چی گیرم؟ باید فهمیم. یعنی عجبو به 2 ملاها چی پسند باشد. ایستا اینترنت رو بینیم.
ба домулоҳо аҷабо чӣ писанд бошад? селин сафсатагӯиро бас кун, чӣ хел интернет ҳа? домуло ҳам кору бораш мисли ҳам аст. ӯ ҳам мисли ману ту як инсони оддӣ аст. маҳкам кун. дуруст. намедонам, пас мисли ошиқон ба маъшуқат бояд тӯҳфа кунӣ. зуҳро, як хирсаки калон гирифта тӯҳфа кунӣ, агар бисёр зебо мешавад. бисёр зебо мешавад? як тоям туро дӯст медорам гӯям. баъд бӯсамаш. чӣ хел? не, намешавад. одам хато фикр мекунад, боз фикри бад накунад. не, намешавад. ай, албатта ки намешавад. селин, бисёр сафсата нагӯй. вақте ки хирсаки калон тӯҳфа кардӣ, ӯ чӣ хел мефаҳмад? интернетро бин. диди, боз маро гӯш накардӣ. биё бинем. яъне зӯроҷон, вақте ки гап задам хуб шудааст. бисёр гап назан, селин. навис. менависам. ба домулои масҷид чиҳо хуш меояд? ба домулоҳои масҷид чиҳо хуш меоянд? ку бинем. یا توبه بخیر است آقای خلیل، در رو شکستین. دوملا یک مسئله عاجلی برآمد. یک کس را نکاح کردن در کار. چرا پیش من آمدید؟ پدر و مادرشون کجایند؟ آنها نکاحی رسمی کردن. آنها را نکاح دینی کردن در کار. مسلمانی نکاح. نکاح مسلمانی؟ ها دوملا. همین هایند؟ یافتی دوملا. آقای خلیل، اما ببینید این جوان با من پسند نآمد. با چشمونش نگرید و کمی شبهناک می‌نماید. اگر پگو این دختر رو پرتافته رود پس چی می‌شود؟ من با این گناه شریک نمی‌شوم. من نکاح نمی‌کنم. اما دوملا با شبهناک بودن او چیکار داره؟ حق طبیعی کارا بود که. حقم رو میدین؟ پس این خیلی بیید بخیر باشد. مبارکتان شود. تشکر زیاد دوملو رحمان. استاد، من در یک مقاله خوانده بودم که اگر نکاح پنهانی کنی این نکاح قبول نمیشود. آیا این گپ درست است یا که نه استاد این رو فهمید؟ بله. آفرین هجری. بعضی ها رواست، بعضی ها روا نیست میگویند. در بینشان یک فکر جدا کردن. از همین سبب ببخشید من رد میکنم. جایز نیست، یعنی از من نرنجید نمیکنم. دوملو التماس به حال ما رحم کنه. برادرم دوملا نکاحشان کن، جفت زیبندن. ولی نکاح نمیکنی میرن بعد به نکاح. گوش کن شوکت، حاضر با تو نکاح کردن رو نشان میدیم. بخشش برادر دوملا. دوملا جان، اگر شما مرا حرمت کنید همین دو کس را با هم بپیوندید. ببینید چه دخترک خوشرو که عین شوکنی شه. دوملا دوملا التماس به حال این دو کس رحم کنید. آقای خلیل، یک بار صحبت میکردیم. ای آقای خلیل، با دختر شکایتی ندارم. اگر به شما هم می اومدن نکاح میکردم. اما من با این جوان باوری ندارم. چرا فهمیدن نمیخواهید؟ دوملا این دختر رو من میشناسم، پسر رو هم میشناسم. پدر و مادر دختر میخواهند که دخترشون رو به یک آدم ثروتمند بدین. اگر شما حاضر نکاح نکنید دختر به خودکشی دست میزند. عائله دختر از پس دخترند. دختر رو میخواهند به زوری شوهر دهند. برای همین میگویم آنها رو نکاح کنید دوملا. عائله دختر از کافوی نهایان گفتید؟ آقای خلیلی چی تقدیر است که چی بلایی که باشد حتما به سر من می آید. عیبی من چی؟ هیچ چیز. تمام شوکت. اینها رو به درون درار تا من اینها رو نکاح کنم. تمام. بین بدروی. دوملا حاضر من میرم. سومشبه در مسجد رشل میکنیم. تمام، اینجا شوکت و من هستیم. تجری هم آید. حل میکنیم. کاری عاجلیست گفتید که من اینها رو نکاح کرده جوابش رو میدیم. شما رفتن گیرید. خدا از شما راضی باشد دوملا. خدا راضی باشد. سلامت باشید دوملا. شب خوش. هجلی توکلتون به خدا. در آمدیم بچه‌ها. درا شوکت درا. مثلا کتاب‌های دینی توفا میکنیم. چی میگویی؟ نمیدونم که
думлузиё бисёр китоб дорад ё надорад? ин хел намефаҳмем. чаро? ин чӣ хел аст? монанди ҳадияи расмӣ аст. Он қадар не. зӯруҷон, фақат гап мезанӣ. ҳеҷ чиз ҳам наёфтем. мучали домло чӣ бошад? ман намедонам Селин, мучали домло зиёд чи аст? одам мучали шаваршавандаашро намедонистааст? нагуфта будӣ ки якдигарро хуб мешиносем? тамом, фурсат шавад аз ӯ мепурсам. не, яъне агар мучалашро медонистӣ, аз рӯи он ҳадия интихоб мекардем. масалан, мучали шеру чизҳои дӯстдошташ, соати механикӣ, тарзуҳо бошанд, мантиқро дӯст медоранд. ба домуло занг зада мучалашро пурсӣ чӣ? рӯзи таваллудашро бигӯяд, ман мучалашро зуд меёбам. ба худо. сафсатаноги Селин, дар ин шаби чӣ хел занг занад? ва ҳам одами диндор ба мучал бовар надорад. чаро ҷонам? одами диндор аст гуфта мучал надоштааст? ба фикрам моҳӣ аст. аз куҷо фаҳмиде аҷабо ки моҳӣ аст? чунки мучали бисёри одамони диндор моҳӣ аст. бале, ҳозир мебинем. одаме ки мучалаш моҳӣ аст, чӣ ҳадияро дӯст медорад? Селин, бовар дорам ки ягон бор дар интихоби ҳадия хато накардаӣ. ин хел сафсатаро бори аввал мешунавам. бале писаронам, никоҳро шурӯъ мекунем. пеш аз оғоз карданам якчанд савол дорам. пештар аз ин ягон никоҳи динӣ карда будед? не, думуло. пас бори аввал аст гӯед? бале, думуло. пас ин тар бошад ягон бор дар никоҳе шоҳид будед? не, думуло. духтарам, чаро ту чизе намегӯӣ? агар яъне ту розӣ набошӣ, метавонӣ аз ин никоҳ даст кашӣ? гапе надорад? не, домуло, ман ӯро дӯст медорам. дӯст медорӣ? хайр, ин тавр бошад маҷбур мешавам никоҳ конам. дар никоҳ бояд ҳар ду тараф розӣ бошанд. чӣ гуфти иҷрӣ? дар никоҳ мегӯям устод ҳар ду тараф бояд розӣ бошанд. иҷрӣ, ту ягон бор касеро никоҳ карда будӣ? ҳеҷ насибам нашудааст устод. хуб, пас биё ин никоҳро ту бикун. рост мегӯед устод? рост, ин никоҳро ту мекунӣ? худо аз шумо розӣ бошад устод. домуло, ин кор ғайриимкон аст. писарам, ман ҳамин ҷоям ва албатта ки никоҳ кардани ҳиҷриро назорат мекунам. агар хато кунам, ислоҳ мекунам. ману шавкат шоҳидем. кане сар кун. он су гузар шавкат. шумо ба ин тараф гузаред? биё домуло айз гузар. ман бошам дар ин тараф. ин су гузарӣ, он су. охи ман айдур хушро намебинам. хуш, оё шумо таврат кардаед? никоҳ аслан баша тоқид кажала никоҳут расмо нашавад. сарамро дарду якашам. тоқше сӯз кардам. зоҳро, биёй як салаи зебо гирем. вай одам салаашро иваз намекунад. яке иваз мекунад. ин робин ин қадар зебо аст. зебо аст, лекин ба домуло зиё мезебида бошад. зудтар якташро интихоб кун, ба ӯ ҳадия кунем. зоҳро, ба ҳама чиз баҳона мекӯбӣ, баҳона. чӣ гап аст зоҳро? чӣ механдӣ? куҷояш ханда аст? домуло зиё, агар инро пӯшад чӣ мешуда бошад? қонуни султон сулаймон мешавад. ту боши маликаи зебо мешавӣ, ба худо. албатта. подшоҳам, ин ҳадия ба ман бисёр хуш омад. лутфан инро қабул кунед. барои ту писанд буданаш султонам. ба наздики ба ман канизакҳои зебову ҷавон меорад. чӣ фикр дорӣ? ҳеҷ писандам нест. ба ман ваъда дода будед ки минбаъд ба канизонатон нигоҳ намекунед.
سلین زود به اینجا بیا. لبای سلطانم تو شاهد بودی که سلیمان به من وعده داده بودند که دیگر به کنیزان نگاه نمی کند. به شما البته شاهدی می دهم، لیکن یک شرط دارم. چی شرط؟ آن وزیر ابله را باید جزا دهید، یگان جزای سخت. تو این کار را به من گذار. محافظان سری وزیر را از تنش جدا کنه. نه پادشاه مرا نکشه. پادشاه قربانتان شوم، به حال من رحم کنه، مرا ببخشه. من حالا جوانم، از 100 گلم یک گل نشکفته است. ببینید حتی در رویم یک سوخچه نبر اومده است. مرا نکشید که حیف میشوم. پادشاهم به خانم سلین اگر بار دیگر نزدیک نشود عفوش کنید. حاضر در نزد شما به خدا قسم خورد. خدا بزنم دیگر سلین نگاه نمیکنم. وجدان انسانی اگر یک بار دیگر سلین جون نگاه کنم، این همی اچکیام میگیرم، کرکرانه میگردم، دیگه سلین نگاه نمیکنم. نپرزورو، یعنی کاش که از وی لوینت خلاصی میافتم. باور کن خیلی خرسند میشدم. اون طرفش رو خودت حل کن جانکم، از من همین قدر. بسیار جامعه دراز بوده است. زورو چی میگوی؟ دیگر هدیه ها رو ببینیم. سلین یافتم، تسبیح هدیه میکنیم. هم بسیار ضرور است، هم به دامولو هدیه خوب است. فکری خوب؟ این دور باشد به من میدهی؟ اگر یگان جایش نفهمه باشد میتوانی از من پرسی. خوب، پس جواب ده. یک آدمی بای پیش از مرگش به نزدیکانش چی میگذارد؟ میراث. آفرین فروخ. پس باز یک سوال دیگر. اگر پسر آن ثروتمند فکر میراث پدرش را نکند، از نبیره‌هایش سر کرده دامادهایش و همه به باوری آن آدمی ثروتمند در آمده باشند، پسرش از آن میراث چیزی گرفته میتواند یا نه؟ نه. چی سفسطه میگویی؟ مگر در سکنور چنین سوال ها هست؟ در اصل تو چخیل آدم هستی فروخ. اول شوهر شونده زهرا به باوری پدر در آمد. حاضر باشد شوهری حلق رسم رو یافته به باوری در آمد. چخیل باوری تولین تو دانی و خدا میراث پدرم به هم همون میرسد. اونم پلیس است، البته که رسم رو مییابد. فروخ وای آدم در دستش اونقدر ثروت دارد، در جای تو کسی دیگر می بود برای آن ثروت چیکار های نمیکرد؟ حیاتم، هر چیزی که من دارم از آنی تو هیچ چیز نداری، همه چیز به نام پدرت است. باز همان گپ ها تولین. بله فروخ، باز همان گپ ها. پسندت نامد؟ بهوده مادرم تو رو به عقل نمی گفت. حیفی عمری جوانم. من برای تو حیف شدم فروخ. تو از حد گذراندی تولین. هرچی نباشد من مرد هستم، ناموس دارم. تو اولش مرد شو، بعد فکر ناموسی مردیت رو کن. خواب رو شبی خوش گفتم. نه یعنی با من گپ نمیزنی اکنون. هم گناهگار است هم ناز میکند. گپ نمیزنی گپ نزن. اگر تو با من گپ زدن نخواهی من با تو تماما گپ نمیزنم. تماما جوگهت رو جدا کن.
عقلی تو نمیرسد ای مادر جان، همه لباسیم رو ترک کردی. نباید در پسی در ایستاده ما رو گوش میکردی. چی سفسته میگویی؟ من گوش نکردم، به حجره میرفتم. خانم تولی چی گپ شده است؟ یاسمن تو ما رو گوش کرده ایستاده ای؟ من به آقای اکرم داروهایش رو بردنی بودم. شبی خوش. یا خدایا توبه، شما به جای من او رو گوید. او رو همیشه از کجای پیدا می شود؟ او بسیار از خود رفته است. کمی دیگر مانده. شما چی ها میگویید؟ نمیفهمم. نفهمیدنت خوب است. هیچ چیز نیست. هیچ چیز. ای مادر، حاضر ایمان باید چه خیل نکاح کند. از همه مهم در نکاح در بین هر دو طرف باید که رازگی جای داشته باشد. آفرین هجری، ببین خطا نکردی. در حقیقت همش رو میدونسته است. خوب شد که مرا شرمنده نکرد. حلالت باد هجری. هجری در حقیقت دانا بوده است. این کار رو نکن شوکت. یا توبه، خدایا توبه. یوف. رسم را روان کرده است. فرض کردیم که کسی رسم را از خانه حلی دزدیده به کنعان برده داد و بعد اون رسم را کسی دزدیده از نام من به صاحبش برگرداند. این چی کار است؟ کالتاکیلاس، اگر نمیمردی فقط از تو میدیدم. به خانه کنعان بغیر از کالتاکیلاس کی در آمده میتوانسته است؟ این آدم مردنش یک درد است. کالتاکیلاس، کالتاکیلاس. حیاتم چی شد؟ همین خیل یک خوب در خوبم دیدم که گویا تو کالتاکیلاس گفته ایستاده باشی. ببین، یا اینکه از کالتاکیلاس گفتن خوشت میآید. میروم. نیش کم، این چه علاقه دارد؟ این ناممکن است. وای آدم کایها مرده رفت. نمیدونم، شاید آموخته شده باشی. نه حیاتم، تو گفته کو در خواب دیدم. خوب است یعنی خوابی خوش شدینم. شب خوش. شب خوش جانم، شب خوش. رسم رو کنعان دزدید. بعد کسی آمده از کنعان رسم رو دزدید. بعد از نام من به آقای اکرم روان کرد که این کار رو کرده است. رو کنعان دزدید. بعد کسی از او دزدید. باز کسی از کسی دزدیده رسم را از من روان کرد. این چی است؟ از این فکر را عقلم را گم میکنم. اوف اوف اوف. اونال اچاقم کن. تمام جانم، تمام.
کشی نشدیم بلا شد یا توبه. ای شوکت این چه خیلی خراس زنی است، مثل گساله خواب میکشه. در این خونه که در بیرون خواب میروی دیوانه شدی و درون درو. لعنت به کسی که تو رو به اینجا آورد شوکت. با امر خدا و سنت رسول گرامی قدرمان جوان حاضر در شاهدی این دو مسلمان تو بنت سلمت زهرای عزیز زیا ابن حسن را به شوهری قبول داری؟ بله قبول کردم. زیا ابن حسن تو جواب ده، زهرا را به همسری قبول کردی؟ بله. شما هم دیگر رو نمیگیرید؟ چی گپ خودش؟ چرا نمیگرفتم یزنه؟ این یک مکاری بیشرف است. نام این آدم کالتکیل است. چی؟ کالتکیل است گفتید؟ نه زهرا، او میخواد ما را جدا کند، باور نکن. براره دورم سردارم استید، این تو جان نو نکاح کردن، بگذار کارو باراشون حل کنند، بس هر میبره. ابله خاموش است، به این کار دخالت نکن. براره دورم مرا انتظار شد زهرا، میوایم، برگشته میوایم البته. استادم رو با کجا میبرید؟ دمت را گیر، او حتما میوید. модар мегӯянд ки зуҳро бо домуло зиё никоҳи динӣ карданд, никоҳи расмӣ накарданд, рост аст? чӣ хел никоҳ? тӯи онҳо ин қадар вақтоҳо сохта будааст. чӣ? зуҳро ту бо ман чӣ кор кардӣ духтарам? бобоҷон, ман аз куҷо медонам ки домуло зиё мулои сохта аст. моро фиреб кард, моро фиреб кард, моро фиреб кард. ман бегуноҳам. من با حسیات تو بازی نکردم زهرا، من تو رو دوست داشتم. من تو رو دوست داشتم. این دفعه خلاص نمیشوی کالتکیل است. جایت پشت پنجره است. تو دامولای ساخته ای، همه چیزت ساخته است. ای نمیک، از خدا بترس. بر دروغ تهمت کردن کسی گناهی عظیم است. بترس از خدا. این یک دامولای گناهکار است، 80 سال سودش کنه. ساخته کار شنون جزا میگیرد کی؟ پروا نکنید استاد، پیش خدا راست باشید. شو قرار از تو خلاص شدم. اکم یکون گناه ندارد، اکرم بیگناه هست. خواهرم اکم را نبرید، او را گرفتن نمیتوانید. اکم این آدمان چرا شما را تهمت میکنند؟ آخر شما گناهکار نیستید کو؟ اکای من هستید، اکای قهرمانم هستید. نمیکردید؟ خواهرم این آدمان چرا به شما چنین گپها میگویند؟ خواهرم اکا
چرا اینقدر زوغ مرا تنها گذاشته رفتی؟ خواهرکم من تو رو اصلا تنها نگذاشتم. دیگر مرا تنها نگذاری. تو رو هیچگاه تنها نمیگذارم خواهرم. برادر؟ خواهرم خوب هستی؟ من تو رو هرگز فراموش نکردم. تمام برادر فراموش نکرده ای. شد تمام آرام شد. چینگیز زوغ سیاهش کی است ها؟ با نبیره اکرم با زهرا چی علاقه داشته باشد؟ شاید اکرم برای دزدیدن رسم با زوغ سیاه پول داده باشد. رسم را از من دزدیده مرا فریب کردنی است. اکا این رسم کلینش بوده است. پس خاطرات عائلویش بوده است. اینم همین خیلی. از این پس رسم برایم وجود نداره چینگیز. من بعد همه کارم برای زاغ سیاه است. از خانه کنان رسم دزدیدن را با او نشان میدیم. همه اتون رفته زاغ سیاه را تمام اکا. تمام اکا می شود اکا. تو چی خیلی او را میابی ها؟ گویا چی خیلی یافتنی او را میدانی ها؟ گو زهرا را تعقیب کنید. شاید آن دختر برای زاغ سیاه مهم است یا اینکه دوست داشته‌اش است. دختر را تعقیب کنید. اگر شاید زاغ سیاه را یا به چینگیز. مرا فهمیدی؟ فهمیدم اکا. رفته در سرش خلطه کشیده بیارید. اطاعت اکا. چیکار میکنید؟ با خدا من آنقدر امید هم ندارم که خواهرم با پلیس رفته درباره من و اویله هم از پلیس چیزی پرسیده باشه. سلام علیکم. یه برادر شاید تو رو نمیشناسد. از کجا میشناختن شوکت؟ من 20 سال شد که از آنجا گریختم. بله درست میگویی. تو شناسامت رو عوض کردنی بودی تا حال عوض کردن نتوانستی؟ نه نتوانستم، لیکن امید دارم به نزدیکی میشود. نصیب باشد برادر. اینقدر آدمی بدبختی هستی برادر. جایی که حجت‌های خواهرت گذاشتگی بودند آنجا سوخته خاکستر شده است. این چی تقدیر است؟ چیکار کنم شوکت؟ اگر من بخت می‌داشتم همراه تو میگشتم. خواهرم در خواب مرا جیغ میزند شوکت. سالها شد که او را ندیدم، اما ناامید نشده باری هم از گفتگوی خواهرم دست نکشیدم. خیر میابی برادرم. انشاءالله خواهرت را میابی. انشاءالله شوکت. خیر تا دیدار. بله برادر در امانی خدا. مادر جان خدایا دستتون درد رو نبیند. امشب آقای اکرم اکای اونال به دامولوزیو را دعوت کرده است. هم برگردانیدن رسم را جشن میگیرد و هم هر دو دامولد را به یکدیگر شناس میکند. مادر جان اگر مویهایم رو همین طور گذارم به من مزیبیده باشد یا اینکه نه؟ ای جانم این هم سوال شد خیلی که خواهی. یعنی اگر همین طور کنم بهتر میشده باشد؟ یاسومن تو برای کی خود را اینقدر زیبا میکنی؟ ای مادر جان این را بین. یا اینکه تو برای پسری خلیل خود را زیبا کرده ایستاده ای. ای مادر جان همین سخنهایتون رو یک طرف گذارید. راست میگویم. بله راست میگویم. من تو را برای یک عمر خدمتگار بودن نزاییدم. روز تو هم لباس عروسی میپوشی. روز میشود که ناله خوردنی نمیابی و یک بار در خنوکی دیررس بلرزی. آنگاه به قدر گفته های مادرت میرسی. اینقدر وایمه کردید مادر جان. موندم این گپایتون رو. یاسومن این چی است؟
هیچ چیز نیست مادر جان. بیده ببینم. برای زاد روزی دوگانم توفه گرفتم. برای ریکور خیر. تو خواهری کی رو دزدیده ایستاده ای؟ اکا این کارو نکنید، نکشید عزیزی مرا. دمت رو گیر، تو گپ نزن. اکا ایست، دستت رو آلوده نکن. اگر او را پرونی من دیگر به هیچ کس خونه دار نمیشوم. دمت رو گیر گفتم. اکا ما خونه دار شدیم، نکاح دینی کردیم. چی؟ نکاح دینی کرده؟ بله اکا، ما خونه دار شدیم. خواهر از زن حلالی من شد. من یگان گناه نکردم اکا. کی شما را نکاح دینی کرد؟ دوملو کرد اکا. کدام دوملو؟ تیز گوی تو هر دویتون را به اون دنیا روان نکنم. اکا ببین من گفتم که ما را حاضر نکاح نکنید. اول ما رفته نکاح رسمی کنیم، بعد پیش شما اومده نکاح دینی کنیم. اما ما را مجبوری نکاح کرد. من گناه ندارم اکا، او ما را مجبور نکاح. رمزی تو چی ها میگویی؟ مجبوری شما را نکاح کرد. او چه خیلی دوملو است؟ آن دوملو در کجا؟ زود گوی. چی گپ است؟ ایستا خواهرم را تو مجبوری نکاح کردی. یا خدای چی خیلی نکاح برادر، سلاحت را گیر. مرتضی ایستا شاید این دیگر دوملو باشد. اکا بس کن، همین دوملو است. رمزی گفت که ما را مجبور نکاح کرد. ای رمزی تا از اول با من معقول نشده پسر شیطان. ای برادر، از داملازیا از پشت آن رسم خیلی وقت شد که عذرخواهی نکردیم. چنگیز زودتر ماشین را ران. اکا تو گناه نداری، در اصل گناهگار دامولا است. با یاد تو زاغی به شرف را آورد. گناهگار دامولا است، همین خیلی نه اکا؟ ای نمیک سالها گذشت تو عقل یاد نگرفتی، برعکس عقل نبوده را گم کردی. این دامولازیا نیست ها؟ چه کار میکنید؟ ها؟ چه کار میکنید؟ چی کار میکنی؟ شما چی خیل بسری دامولا سلاح میبردارید به ایمانهای احمق؟ این آدم خواهری مرا مجبورا نکاح کرده است، جوابش را میدهد. ای چنگیز، بسیار آخی پدر را دیده بودم، اما مثل اینش را که برای نکاح کردن آدم دیندار به سرش سلاح کشد یکم بار دیده ایستادم. والله گم شوید، مثل انسان نکاحی حلال کرده است. دم شوید. دامولا با دل نگیرید برای آن حادثه گذشته. مرا ببخشید که از شما عذرخواهی نکردم. با خدا هیچ گپ نداره جناب کانون. آن حادثه رو من فراموش کردم. ببینید پرابلم بالای پرابلم است. خیر، بیاید شما رو برده رسانیم. با کجا میروید؟ تشکر، منم خیلی یک راه گشته آرام شوم گفتم. دامولا، اگر اینها باز آمده شما را تهدید کنند با من گویید و آنگاه دیگر مشکلی نمی شود. استغفرالله آقای کانون، کم نباشید. تشکر. دستتان را ببوسم. استغفرالله. دامولا، خدا نگهبان. خدا نگهدار. اوه خدایا، کنعان دیوانه حق است، بعضا کمکش میرسد. اوه گلسون، ایستا، خودت را نپردوه. به خدا نیفتم و به پایان بپستایم. سم این کارا نکن. ایستا خواهر، این کارا نکن. خودت را نپردوه. گلسون، خواهرم ایستا، این کارا نکن. یا خدایا. ای خواهرک خوشرویم، تو در اونجا چیکار میکنی؟ من دیگر چاره ای ندارم آخی. دیگر زندگی کردن نمیخواهم. ببین، آرام باش، این کار را نکن. ایوه دوملو، چیکار کنیم؟ با او چی شده باشد؟ او را به مردی نمیخواستگیش به شوهر دادم، همین خیل میگوید. استاد یگان کار کن که خودش را نفرتوید. ای تمام بس کنی. ببین،
آرام شو این کار رو نکن فهمیدی؟ دیگر چاره ندارم دامولو من خودم رو میکشم هیچ خیلی گبزه نیست ببین من با اکات صحبت میکنم دامولو این بیفایده است او هیچ چیز رو نمیفهمد ای خواهر ایستو خودت رو نکش که خودکشی حرام است دوزخ میروی ایستو گلسون نکش خودت رو ایستو این کارو نکن خواهرم ببین کاری خطا میکنی با پایان فرا گناه نگیر دیگر چاره ندارم دامولو ببین ایستو من به پیشت میوایم تمام خودت رو نپرتو ایستو همونجا گلسون نکن ایستو خودت رو نپرتو ایستو من با بالا میبرایم ایست همه گروه ها با دقت باشید در محله چیپ تپه یک دختر خودکشی دارد کسی که در نزدیکی آن محله است به آنجا روید تمام سردارم ما بسیار نزدیکیم جواب دهم میدونم به همه کار همراه نشو فهمیده شد مرکز من کمیسر کرم اونال به جای حادثه روان هستیم دولا شای با تو نشان میدیم گلسون قربانت شوم با پایان فرا عذری زیاد دامولو دیگر چاره ندارم برای من دعا کنید نه این دختر خودش رو میپرته خدایا چرا من به نگاه آنها شاهد شدم نمیدونم برای چی شدی عجبا گلسوم ایستو عزیزم خودت رو نپرتو من به تو چی کار میکنم دامولو التماس یکون کار کنه من چی کار کنم چیزی که میتوانم کردم گلسون آنجا ایست من پیشت به بالا میبرایم ایستو دخترم خودت رو نپرتو خودکشی گناه هست ولی کن همه کسا خاموش پراکنده شد پلیس بیاید لنده به خطری رو کشه مردم رو دور کنه زود باشد زود یک طرف ایسته خدایا این دختر رو نجات ده چیکار حرکت نشوه ای پس لنده بزخی چی خلو نمی چایره چی تو کمیسر تنجی است؟ خوب هستی؟ سلامتی خوب است؟ خوبم تو اینجا چی کار میکنی؟ ای خدایا اینقدر آدم جمع شده است هیچ گپ نه و من اومدم گپ میزنی ادو شو او را گرفته بر از اینجا و پس لنده بر ای دختر خودت رو به دست گیر چشمه به آنجا برآمده میتوانی؟ سردارم برآمدن در میبرم اما از آنجا مرا کی میفرارد؟ اما آنجا ایستوی نفرار بیا پریکل مک سردارم یه دختر ایست خطا نپرتو که پر خدا حیف میشه ایست گروه یار رسان نرسید مرد باشی خطا پرتو؟ نه پرتو این روش سیاه میکنم نکن آخیر ایستا دخترم خودت رو نپرتو ایستا میگویم ایستا سردارم به خدا خچه بپرتویا یک گم نزن خاموشیست کمیسر یک طرف ویسکی در بلود نغلطه دمت رو گیر ایلنتا این طرف تو حق نداری خطی من خی گپ زنی خاموش دم تا بگی بیا سر ویرو نکنی ایستا دخترم گلسون ایستا نپرتو این کار رو ایستا ای دختر نپرتو خودت رو نپرتو خدایا مرا ببخش دخترم چرا بیهوش شدی؟ اکنون من با تو چیکار میکرده باشم؟
خدا را شکر که من دخترم با واسطه این نفر نجات شکر خدا که نغلطیده. کی بود؟ سردارم برگوش خدا این طرف نیارد. آفرین برادر، آفرین آفرین. احسن. با خدا یردم کنی، شنگ یردم کنی من ای. این آدم کجا گم شد؟ الو دختر در پس بینا بهوش خوابیده است. الو تو کسی برادر؟ زاغ سیاه. زاغ سیاه؟ زاغ سیاهش کی است؟ کی باشد؟ همخی فرومد با شارز در روی زمین همخی تیت پیچید رو ده همخی دود چنگ شد. اگر همون دختر میغلطید این همه خیلی میشد. شوق‌آور. شوق‌آور؟ همه خدرک؟ آخر چیزی رو که با چشمانم ندیده باشم چگونه باید باور کنم؟ من فکر کردم تو حالی مرا بوسه. برادر تو عالم عجایبو تا ندیدیده؟ دیدم شوکت، دیدم. دیدی؟ پس چرا من تو رو در اونجا ندیدم؟ من اینقدر خورد شدم همه محله گپی تو رو میگوید. گفته های محله رو برادر یک طرف گذار مرا گوش کن. من با دو چشمم حادثه رو هم از برش هم از پایان هم از پرش دیدم. بس شین دامولا چای بیارم؟ والله که خوب میشود. در چشمکات مرمده ملاشنی کافی بیار. حاضر. بسیار جای خوبی افتاده، هیچگاه از اینجا نرو. دهانت را پوش. با خدا میرم میبینیم دهانم باز میشه و چیکار کنم؟ تو بودی ها؟ تو بودی ها؟ همه چیز رو تو در حال میفهمی. البته که میفهمم. چه خیلی فهمیدی؟ از نقاب رویت هنگامی پیش پیتک رفتنم آن نقاب رو پوشیده بودی که البته میشناسم زاغ سیاه. دمت رو گیر دیوانه حاضر همه میشنود. استاد؟ یا خدایا توبه هجری از پسم آیسته آمده. استاد گفته کدام روز مرا تلخ کف میکنی. استاد نقاب کشیدن جایزه است. انا بر تو بسیار سوالی خوب. من هم انتظارم. در محله هم همین گپ است. هجری ببین بسرم، اگر برای یک کاری خیر باشد خوب است، اما اگر برای ضرر آدمان باشد هیچ جایز بودنش جای ندارد. ببین میگویند که دشمن دانا به از دوست نادان راست است. با خدا نگهدار. نقاب را برای نیکی کردن پوشیدن جایز است. استاد خدا از شما راضی باشد. شب خوش با شما هم. من باش که خیر. هجری خدا راضی باشد. تسبیح 150 دونگه ندارید؟ نفهمیدم. چی جای نفهمی دارد؟ 150 دونگیش باشد لیکن دونه هایش خورد باشد. همه خیلش میگویند که دارید؟ یگون تسبیح زیبایی که دونه هایش 150 تا باشد. گوش کن. تسبیح فقط دو نمود میشود، یا 33 دونه یا اینکه 99 دونه. همین زیبا است. بله زیباست. این خیلی بین زیباست، ولی من دونه هایش رو بسیار تر میخوام. نمیشود. در دست آدم نمیزیبد. ما برای دامولای مسجد خریدنیم تا که در دستش زیبا تا بر. برای دامولای مسجد همین تسبیح موافق است. 150 یا 200 دونگه باشد. نرخش مهم نیست. سر ویران نکن، چونین تسبیح نیست. ای تمام فهمیدم. چرا دود میزنید؟ تسبیح فروشی گنده بوده است. زورا جان میگویند که تسبیح گردانی آدم رو آرام میکند. تسبیح گردان نیست جانم، او تسبیح فروش است. سلین خیری خلقی باشد 99 دانگه را دهید می شود، اما در هر یک دانه تسبیح زیاد نویسید می شود. نمی شود؟ پس این طور باشه شما ننویسید. در یک پاکت مثل توفه بگیرید بسنده است. تمام. مالش شد. موی سفید خیره بود از خیره. توبه بسیار قهرش کرد سلین.
وای داد گردن بندم نیست همه جو رو کفتم نیفتم. چی داد زده ایستادی؟ گم شد به ما چی؟ کفته یاب ما محافظ توییم. شهناز در وقتی تازه کردن یگون گردن بند نیفتی؟ نه خانم تولین اگر خواهید در حال کفت و کوب کرده میابم میلش؟ حتما اون گردن بند با من بسیار ارزش داره. تماما غم نخورید اون رو حتما پیدا میکنم. انشالله میابید. اگر نیابید دیوانه میشم. بسیار گردن بندی قیمت بها بود. قیمت بها بود است. یوسمان این رو از کجا یافتی؟ خانم تولین تحفه کرد. یوسمان این بسیار قیمت بها است. چرا تحفه کرد؟ خانم تولین از اینها بسیار دارد. اینش راست تحت دل به من تحفه کرد. از او میپرسیدم که چرا تحفه میکنید؟ من شبهه دارم و اونقدر زنی خوب نیست کو. این گپ ها رو یک طرف گذار. میخواهم که تو این گردنبند رو به گردنم آویزی. یعنی گویا تو به من خریده ای. یوسمان من این خیلی چیز رو گرفته نمیتوانم. آغوز رد نکن. چند بار دیگر تو رو زاره کنم. گویا تو به من تحفه کرده ای. زود باش لطفا بسیار آشوب نمیشود. میلش زودتر. میلش میبندم. مویهایت رو جمع کن. چه خیر زیبی. بسیار زیبی. بسیار زیبا شدی. یعنی تو رسم را ندوزدیده ای؟ نه کمیسر من ندوزدیدم. پس رسم را کی دوزیده است؟ وای زاغ سیاهش کی است؟ نمیدونم مامان گفت که من سیاه هستم. زاغ سیاه گفت. چی خیلی بود از زاغ سیاه؟ بله همین طوری که گفتم. قدش مثل خانه 2 متر بود و در رویش نخوب کشیده بود. همین خیل بود یعنی. بعد ناگهان گم شد. این پسر گروه از سر دارم. این دیوانه بوده است. نمیدونم عجینه رو دیده است. باید تو دعا خونی. دعا خوندم. یگان دوزی شناس 2 متر قد دارد؟ نه از همه آنها دیده قدی من بلند است. اینها چه خیلی دوزن سردارم؟ میگویم که نگویم لیکن میگویم در سر من فقط یک کس تاب میخورد. اون هم کلته کلاس. خوبش نمیگوتی چارششمه. نگو. در اصل مردنش هم گفتنی بودم. به خدا مرد رحمتی ماشاءالله بسیار آدمی بزرگ بود. شعری نر بود. خاموش دمت را گیر. من نه او را فراموش میکنم تو باز به یادم میاری. او مرده رفت لیکن دلم میگوید که او حالا زنده است. اما بسیار بیزی بود سردارم. جنازه‌اش رفتم با او دیدن نمیشد. علمم کرد. بسیار اشک ریزاند. در جنازه‌اش من هم بودم. یه بچه‌مو گورکان خودت نبودی؟ در اون طرفی تابوت نبودی؟ بس کنید. آن آدم باز چی گفت؟ وای زهرا گفت. زهرا گفت؟ بله. زهرا گفت. به خدا زهرا گفت. الو زهرا جانم تو زاغ سیاه گفتنی آدم را میشناسی؟ زاغ سیاه؟ نه یکم بار میشنوم یزنه. نمیشناسی یعنی؟ نه یزنه چرا پرسیده ایستادید یا که برسم یکو علاقه داره؟ نه جانم هیچ چیز نیست. همین خیلی یک پرسیدم. تمام جانم. چی بگوید؟ با تو چی؟ او را گرفته برید. روید هر دوتون روید. شما را نبینم من رو تنها بذارید. زاغ سیاه کی باشد؟ تو کی هستی؟ خدایا توبه. مادامی که ما زاغ سیاه رو نمیابیم پس خدا شاید چینگیز میدانی که انتظاری را دوست نمیدارم. زهرا گفتنی دختر را یافته نزد من بیارید. مادامی زاغی سیاه زهرا گفته است چقدر این زهرا با او عزیز است خواهیم فهمید. چی ایستاده؟ زود برو. با چشم سردار. رفتیم بچه ها.
یاسومن حالا ایستا با تو نشان میدهم. بچه ها خوب هسته؟ رحمت پدر ما خوبیم. چه خیلی است شما؟ اما که خیلی خوب هستید. خوبم یاسومن دخترم. در سایت چی خیل؟ خوب تشکری زیاد. یاسومن رفتیم دخترم رفتیم. مادر چیکار میکنید؟ یاسومن گفتم. چی شد خانم نشیده؟ بچه ها اینجا صحبت داشتن؟ آقای خلیل با فکرم با فرزندتان صحبت میکردید بسیار خوب میشد. از دخترم دورتر رسد. مادر راه گرد میرویم یاسومن. جنجه آقود؟ نفهمیدم. ака тамом гиред ин гулро доред. иддаф шавӣ боз одамои маҳалламон набинад оборӯямон резад. ин чӣ хел мешавад ака? ин гулҳоро бояд шумо ба дастатон гиред. бубин писарам, дили янгаи севаладро меёбам. ин ягона роҳ аст. ҳоло мебинӣ ки янгаи севалад девонаи ман мешавад. албатта ака. ин домлои сохтакор боз дар ҳамонҷо ҳастанд. сарде боз қаҳр янгаро меорӣ. ошиқона рафтор кун. рафтем ака, оқибаташ ба хайр. ҷонам ту ҳастӣ. ҳамиҷа шани кимзур гуфтӣ ака. ташаккур бародар, раҳмат. додувойро сарда карда аз инҷо равӣ хуб мешавад. бароят гули қимат гирифтам. ман аз ту гул намехоҳам намик. кӣ медонад ки боз аз куҷо ин гулро дузида овардаӣ ба ман? дар ҳақиқат инро харидам. намик, агар хушбахтӣ маро хоҳӣ минбаъд поядро ба инҷо нагузор. лутфан инро ба хотират гир, майлаш. ҳа? э қади паст ҳаддамурам гир бӯй каш. севал аз гулҳо аллергия дорад. ман инро намедонистам. албатта намедонӣ. аз рӯзи тӯятон боре ба ӯ гул нагирифт. биё сара гарак накун. об биёр зудтар об биёр. чӣ шуд бародар? аз гул аллергия доштааст. ҳозир пок мекунам. бародар ӯро бардоштак буҷунбонон ба худ мебиён. сафсатаро бас кун шавкат бардошта ҷунбонданаш боз чи аст? як ба беморхона бурда нишон диҳем. чӣ хел беморхона? ту худат ба беморхона ниёз дорӣ. ба сӯи ӯ накун, аллергия дорад. магар аминро намефаҳмӣ? ту маро аз занам ҷудо карданӣ? намик чия? ё худоя. намик, аз инҷо гум шав. лаба чингиз. майлаш ҳозир меоям. кошки он зоғи сиёҳ омада намикро аз инҷо дур кунад. майлаш севалҷон, худатро эҳтиёт кун, ман меоям ҳозир. касе ки шуморо наҷот дод ӯро дидед? не комиссар, ман беҳуш будам. аммо вақте маро ба замин гузошт як чизро дидам. дар китфаш як расме буд. расми чӣ буд? хомӯш. расми кашидагӣ буд. дар китфаш расми калтакеласро дидам. калтакелас мегӯӣ? ин духтар ҳамин хел сода метобаву лекин бисёр шӯрай. домуло, аз шумо узри зиёд мехоҳам. ҳар вақте ки намик ба инҷо ояд ягон бало рух ба медиҳад. худо барои ман ягон мушкиле надорад хонам севал. ба шумо чизе нашавад гуфта метарсам. домуло як чой биёрам? агар заҳмат нашавад. намешавад. як лаҳза бародар, ман бинам дар чоямо бу заҳр наандозам. биши ҷигар. эй зуҳро, аз он пухту пас ба домуло нагирифтем. медонӣ чӣ хел бомазза тайёр мекунанд онҳоро? бисёр болаззат мепазаду, лекин агар одат кунӣ дигар худатро дошта наметавонӣ. домуло зиёро бо севал бубин.
севалаш кист? он рӯз ба ту гуфта будам ку ба домулозиё як духтар ошиқ шудааст. ба ёдам омад. худашро ширин карда истодааст. ҳеҷ шарм намекунад ки домуло одами дар никоҳ будааст. ҳозир ман ба ин духтар нишон медиҳам, ба ӯ имконият намедиҳам. ӯро бубин чӣ қадар хушбахт менамояд. зуд бирав. خانم سوال این گلها در اینجا ماندن آنها را پرتایم دیهای دومولو من میپرتایم چه خیل تکرارا الرژی نشود با اینو کشیده میپرتایم دومولو با او باز دسته گل میدهد وای 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 دومولو زیاروبین به چی کارها مشغول بوده است رفتیم سلیم من این را رفته پرتایم دومولو زهرا صحبت عاشقانه‌تان را ویران کردن نمیخواهم اما برایتان یک تحفه گرفتم آن را دادن میخواهم گیر جانم یا خدایم برایم یک سورپریزی کلان شد شما هم برای ما سورپریزی کلان کردید من این سورپریز رو کشایم شما شینه چرا ایستاده نمیشینم باز شما را ناراحت نکنم روز بخیر ایستو شیرینی خواستم اون رو میخریم شیرینیشان از خودشان سیلین رفتیم خانم زورا قرد داشت دامولا با فکرم توفه رو کمی با غضب به تو هدیه کرد برادر همه خیلی نه؟ عجب تحفه تسبیح با اجازت شما خانم سیوال روزهای خوب خیر شوکت تا بازدید روز بخیر ما همراه سیوال جان چوید رو می نوشیم بشی اصلا بچه ها اکای کنون اون رسم رو فراموش کرد میدونم اگر این کار رو حل نکنیم حیاتمون برباد می رود خاطر نباش اون نقشه رو کشیدیم آن دروازه هست کو در 45 ثانیه کشوده می شود تا آن وقت دختر رو دستگیر میکنیم اکا بین زهرو می اوید لیکن همراهش کسی هست کسی باشد تو زهرا رو نگیریم از اینجا نمی رویم این تر باشد زود رو دستگیر میکنیم یک دقیقه وای دومولوزیون نیست اینجا چی کار داشته باشد ای لعنتی در همه جا از پیشم میبرایی خودتون رو با دست گیرید اکا ای بیا این کسافت را پرانده دختر را گرفته میرویم چیش داده دومولوزیو آدمی محترم است محترم آدمی محترم اکای کنون با او بسیار احترام دارد بعد آرام شو تو خودت نگفتم دیگه زورو رو دستگیر نکنیم حالمون بد میشود ها تو دومولوزیو نرود به زورو دست نمیرسونه اگر از این کار کانون با خبر شود ما را زنده نمیموند ای بیامونه بخدا کانون دومولوزیو را بسیار خدمت میکند بعد اینجا میشینیم زهرا رو بعد دستگیر میکنیم خیر اون سوال دومولوزیو رو از تو میگیرد حالا میبینی این طور باشه توی ساخته رو به انجام میرسونم اوف لیکن با بابایم چی میگویم سیلین ها این دختر از کجا پیدا شد کاش که خوش رو باشد رشک میکنی چی خیلی رشک سیلین سفسطه نگوی این چی علاقه دارد یا خدایا درد من تنها طول دادن این توی ساخته است به یاد داری هفته گذشته رو
бобоям ҷудо шудани моро дида чӣ хел ғамгин шуда буд. хайр дидӣ ку чӣ хел ба ӯ гул медод? бале, ҳама медонад ки шумо бо домуло фотиҳа кардаед. бадзод ин ба домуло намезебад. чӣ ту барои масхара ҳастӣ? ҳамеро гӯй. ахмақ. زهرا زهرا یا خدایا نمیشنود یا اینکه شنید و جواب دادن نمیخواهد. دختر رو از مام تو نجات دادی، رسم رو هم از کنعان دیوانه تو دزدیده و به خانه آقای اکرم از نام من فرستاده. چرا؟ زاغی سیاه تو کی هستی آدم؟ سردارم به فکرم معلوم است. چی معلوم است؟ کی بودن زاغی سیاه؟ کی بوده است؟ کلتکل است. ادو شب مرد وای مرد. سردارم بیان توی داده دختر رو فکر کنید. گفت که در کتفش رسمی کلتکلاس کشیدگی بود. باید دارید جسدی یافته ما رو رویش را شناخته نمیشون. چقدری که شما رو زارا کردم که تست دینکا گذارانیم شما گوش نکردیم. تمام برایم. آفرین چارچشمه، آفرین چارچشمه، مثل موش گربه رو قپیدی چارچشمه. با من آفرین گفته سردارم؟ من موش قپیدم؟ بله تو را گفتم. زاغی سیاه کلتکیلس است، زنده است وای. آفرین با من سردارم. مرا آغوش نکن، در حال از خود نرفت چارچشمه. سردارم از دستم خلاص نمیابی. این دفعه به آسانه رها نمیابی کلتکیلس زاغی سیاه. آفرین. آقای اکرم خوب هستید؟ تشکر، خوش آمدید. وقتی که شما را میبینم خودم را خوشبختیس میکنم. در رویتان یک نوری است. چه خیلی که نباشید انسانی مبارک هستید. از رویتان نور میبارد دامالله. بسیار تعریفم کرده جناب اکرم. من یک زهره رو دیدم و روی تحفه به او تشکر گفتن میخواستم. بخیر است؟ او با من بسیار یک تحفه زیبا کرد. بینید مرا در حیرت گذاشت. نبیره من چقدر خوب فکر کرده است. آفرین به او. امروی سلیم به بالا برآمد. اگر خواهید به پیشش برایید. مرحمت. تشکر جناب. روزتان بخیر. مرحمت. آدمی خوب هر وقت در همه جا معلوم است، چون که از روی مبارکش نور میریزد. نور. کی است؟ منم زیا. چرا آمده باشد؟ من نمیدونم. جدا شدن ما رو میگفته باشد. عجبا. نه، عذرخواهی آمده است. هوشیار شو، زهره خودت رو سست نگیر. درآیید. سلام. سلام خانم زهره. وای من برای تشکر گفتن آمدم. یعنی تحفه کرده تو بسیار زیبا بود. بشوخی نصیبتان کنه دامولا. اکنون تو رو بسیارتر یاد میکنم. ببخشید یکان نافهمی است. یعنی در مغازه شیرینی ها بسیار خشمگین بودید؟ نه خشمگین نبودم. خطا فهمیدید. شاید خیالاتت به دیگر کس بود و این خیل گمان کردید. دیگر کس گفتید؟ با محبت نگاه میکردید. چشمتون رو از آن دختر نمیکندید. ببخشید کی رو در نظر دارید؟ سیوال رو. خانم سیوال؟ ببینید دامولازیو، شاید شما هم دیگر رو دوست میدارید، اما همه میدونند که شما با من فاتحه کرده شده اید. با این کارت شما هم مرا و هم دیگران را شرمنده میکنید. میفهمید چی کار میکنید؟ یک دقیقه چه خیلی دست داری؟ کدام خیال چی ها گفته ایستادید؟ من نمیفهمم. عشق بین شما و خانم سیوال رو میگوییم. معلوم است که شما یک دیگر را دوست میدارید.
من و خانم سیوال یکدیگر رو دوست می‌داریم؟ این خطاست. دوملازیو شما این خیل نکنید لطفاً به من دروغ نگویید. ما دیدیم که شما به دختر چه خیل گل دادید. ببینید خانم زهرا، اون گل‌ها رو من نگرفتم. اون دستگل رو در اینجا شوهرش نمیک پرتافته بود. باز برای شما شده است شوهرش برآمده است. به خدا که من قایل. چقدر موضوع رو طول داده. ببینید خانم سیوال اگر مرا حرمت کند هم تنها از آدمگریم و در محله دامولا بودنم حرمت میکند. بین ما چیز دیگر نیست. چی گفتنید خانم زهرا؟ من حقیقت رو با شما گفتم، چرا این طور با من نگاه میکنید؟ یک دقیقه زهرا جان، یک دقیقه. من میفهمونم چون که ما زنها یک دیگر رو بسیار خوب میفهمیم و به دلمون باور داریم. آن دختر به شما عاشق شده است. عاشق؟ خدا توبه. چقدر زنها ساده هم برادر هم؟ با خدا که راست. چشکبوتک مرا به تو عاشق برآوردن گوی؟ هیچ نپرس، خوبش فکر کن که چیکار کنه. ببین برادر، فکرهای پنهانی هم رو به تو میگویم. زهرا تو رو رشک میکند، همین خیلی نه؟ من تو یک چیز میگویم شوکت، من هم این فکر رو داشتم. گمان میکنم زهرا مرا رشک کرد. یا اینکه نه. چرا رشک میبرده است؟ رشک بوده است؟ همین خیلی؟ باز دامولازیو فکر نکند که تو رشک میکنی. سفسته نگوی سلین. در حقیقت ما بسیار بد واهمه کردیم. او رو زیاد پرسیدیم. برادر اگر زن اینقدر داد و وای کند خوب نیست. ای پسر چه خیلی داد و وای. قریب که مرا زنده به زنده آتش میزد. یعنی مثل دیوانه ها از چشمانش آتش میبرامد. قسم بخور. به نام الله. پس حالمون خیلی بد است برادر. زهرا به تو عاشق شده است. عاشق میگویی؟ نخو. نه البته دوملازیو این طور فکر نمی کند. سفسته گفتی. به خدا همین طور است. اول توفه بعد ناز کردن. نفهمیدم. درست. نباید او بیهوده امیدوار شود. بیا من بیهوده من رو با امید نکن شوکت. هیچ خیلی بیهوده؟ با چشمانم دیدم که دختر قریب از رشک کفیده مرد. در حقیقت هم خیلی است نه؟ یعنی زهرا با من. اما ببین در حقیقت باور داری؟ این کار ناممکن است سلین. دوملازیو و من. نه این طور شدنش رو فکر نمی کنم و باز او میداند که این خیر شدنش ممکن نیست. میداند؟ نمیداند. میداند. نمیداند. نمیداند. میداند. باید داند. اکا همه چیز را فهمیدیم. چی بوده است؟ رسم را به اکا اکرم دامادش برده است. دامادش؟ بله اکا دامادش. دامادش کی بوده است؟ بسیار در حیرت میمونید. کمیسر اونال. چی؟ کمیسر اونال داماد آقای اکرم بوده است؟ بله اکا. در این خبر رو از کجا فهمیدید؟ نمی که ما هست کو؟ خیر. در مغازه شیرینی ها این را شنیده است. زاغی سیاه گفته رسم را با اکرم اونال برده است. ببین این کاری کمیسر را ها؟ شما مرا بازی چه خیال کردید؟ انتقامم را شمایان میگیرم تا بگاه انتظار شوید. معلوم که از همه قیمتترین آدم برایت زهرا بوده است آقای اکرم.
بگو ببینیم نبیره قیمت بهایت را دامادت برگرداندن میتواند. میبینیم همه این کارها را برای تو را یافتن میکنم زاغی سیاه. کی بودند را به نزدیکی میفهمیم زاغی سیاه. چنگیز لبایکه مرا گوش کن، گوش کن. این دفعه بهانه نمیخواهم، دیوانه میشوم به خدا. زهرا گفتنی دختر را یافته به نزد من بیاره. روید. رفتیم. حالا میبینی آقای اکرم، میبینیم دامادت این دفعه چی کار میکند. بابا جان من میبرویم. بخیر است؟ با کجا داریم به وقتی؟ بابا جان هوا سرد است. داملازیا اینقدر راه و پیاده نآید گفته فکر کردم که او رو از مسجد با ماشین بیارم. تو رو انتظار است؟ نه سورپریز میکنم. او را چه خیلی افته میتونه؟ با تلفنش زنگ میزدی؟ در اینترنت وقتی نماز خفتن را دیدم تا تمام شدنش در آنجا میشوم. خوب نبیره خوردکه که من همه چیز را فکر کرده است. بله دیر نکنی دخترم. تمام. اینترنت همه را ویران کرده. یاسومان این گردنبندی مادرم رو تو از کجا یافتی؟ خانم تولین به من هدیه کرد. ها؟ نه هرگز باور نمیکنم. مادرم یگان چیزش رو حتی به من نمیداد. راستش رو میگویم باور نکنید از خودش پرسید. میپرسیم رفتیم همراه هم یک جای میپرسیم. سر دهید یاری دهید. مرا به کجا ببرید؟